برای توبه لازم نیه که حتما شرایط خاصی رو رعایت کنی. توبه واقعی یعنی پشیمانی از عملکرد زشت گذشته و اینکه انسان تصمیم جدی داشته باشه سراغ اون گناه و خطا دوباره نره. این میشه توبه. و الا گاهی ممکن انسان کلمه و جمله استغفار به زبان جاری کنه ولی در عمل واقعا پشیمان نباشه و دوباره همون عمل زشت تکرار کنه. پس خود او پشیمانی خیلی مهم. با این حال بعد انسان به زبان خود جمله استغفرالله جاری میکنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه. یا میتونه حتی به فارسی از ذات اقدس الهی عذرخواهی کنه و ابراز کنه که تصمیم داره دیگه سراغ گناه نره. در آیات قرآن آمده خوبه اگر گناهی مرتکب شدین و توبه کردین، این خطا و گناهی که انجام دادین با انجام اعمال صالحه جبران کنین. مثلا خطایی کردین، یک توبه‌ای انجام دادین، استغفار کردین، حالا برای جبران این خطا مثلا صدقه بدین، برای جبران این خطا مثلا مشکل یک مؤمنی رو برطرف کنین، بگید خدای این جبران باشه برای اون خطایی که مرتکب شده. انشاءالله که مورد قبولی ذات اقدس الهی واقع بشه. البته ما وقتی توبه میکنیم، استغفار میکنیم، ما واقعا نمیدونیم که آیا همین توبه ما مورد قبول ذات اقدس الهی واقع شد. لذا مؤمن همیشه ترس داره که نکنه توبه ما قبول نشده. از اون طرف هم 100% امید داره به رحمت الهی. لذا هم ترس داره هم امید داره و مؤمن فرمودن باید بین این ترس و امید باشه. امید به رحمت خدا، ترس از این که ممکنه توبه ها ما قبول نشده باشه و مورد عقاب و کیفر قرار بگیری. ترس هم هست، امید هم هست. مؤمن با این ترس و امید به جلو و به سمت کمالات حرکت میکنه انشاءالله.